کارمندان مسئول اخبار عموم تاکید میکنند. با اطلاع رهبریت وزارت معارف و علم تاجیکستان بیش از 2600 معلم در مکتب‌های تحصیلات میانه عمومی نمی‌رسد و کمبود آموزگار همان مسئله داغ ساحه باقی میماند. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی جمهوری تاجیکستان 120 قریب تقریبا 128,000 آموزگار فعالیت میکنند. از همین شماره تقریبا 70% از زنان تشکیل میکنند. اینجا پوشیده‌اش نیست و بسیارش کادرهای جوان هستند. من همینجا خدمتتون خلاصه کردم. میشود حالتایی که مثلا برای نگاهبینی کودک میرود، هست هفت است، هست نفری که سین سال نفقه میرود. وزارت معارف و علم با هدف برطرف نمودن این مشکل امسال بیشتر از 2000 دانشجوی کورس‌های بالایی را برای کار در مکتب‌ها جلب کردند. برخی آموزگاران معاش کم و نبود شرایط مساعد را سبب اصلی خودداری از کار آموزگاری می‌نامند. چنین مشکل را آگاهان نیز تصدیق می‌کنند. وضع اجتماعی معلم را تا به نکنه این مشکل حل نمی‌شود. شرمنده هم هستیم در 30 سال استقلالیت نتوانستیم که مکتب‌های همگانی را با معلم تامین کنیم. معاش میانه یک آموزگار در تاجیکستان از 1200 تا 1500 سومانی میباشد. در وزارت معارف گفتند آموزگاران از امتیازهای برخوردارند. خرج‌های دولت‌دار برای پیشبرد زندگی بعد توی این درس‌های روان یک قید کردن ضرب است که جای زمین از جانبی مقامات اجرایی حکومت دولتی با آموزگارانی که نیاز به نزدیک همدیگه داده می‌شود و طبق معلوماتی که امروز داریم درس‌های روان زیاده از 140 نفر رابطه‌های زمین نزدیک همدیگه تامین گردیدند. چند از آموزگاران که نخواستند آشکارا از وجود مشکل کارشان صحبت کنند در صحبت‌های بدون ثبت تاکید نمودند که از هیچ گونه امتیاز برخوردار نشدند. برخی دیگر برای جلب آموزگاران به مکتب امتیازهای نامبر کرده وزارت معارف را ناکافی می‌حسابند. خب مثلا که زمین جدا میکنه بسیارش در کاغذ است. خیلی معلمان جوان شکایت میکنند که البته در بعضی جا زمین هم نیست. نارسایی معلم در حال است که امسال بیش از 13000 نفر در مکاتب عالی کشور رویه آموزگاری را ختم میکنند.